روحانی معروف در وادی وخش ملا امیر پختکوری روز 21 ایول در سن 76 از عالم چشم پوشید. به گفته یک منبع پایگاه خبری بامداد، دو ملا امیر را فشار بلند از پای افتانیده بود و در روز دوم عید سعید قربان او به رحمت حق پیوست. او سالهای آخر از بیماری فشار خون رنج میکشید. روز 13 ایول با سبب بلند شدن فشار خونش یک باره از گپ ماند. چند روز در بیمارخانه بود ولی حالش بهتر نشد و طبیبان به نزدیکانشان مصلحت دادند که او را خانه برند. شام 21 ایول ساعت 19 در خانهاش جان داد. گفت امصوبت بامداد. مراسم نماز جنازه ملا امیر روز 22 ایول ساعت 10 در مسجد پختکار که امامتیش بر عهده شاگرد خود او مولوی سعدالدین است برگزار خواهد شد. ملا امیر پختکوری سال 1945 در سابق سفخاز ترکمنستان نویه وخش به دنیا آمده. سال 1953 وقتی همگی 8 سال داشت در نزد ایشان احمدزاده پدر ایشان مقتدی قراتگینی به آموختن علوم شریعت آغاز کرده است. ملا امیر نزدیک به 10 سال در نزد ایشان احمدزاده علوم قرآن و ادبیات طریقت نقشبندیه را از خود کرده، سپس تحصیلش را در نزد ایشان عبدالرحمن جان در آب گرم ادامه داده است. آخرین استاد او در علوم شرعی و احکام نقشبندیه دو ملا حکمت الله تاجیک‌آبادی بود که ماه اپریل سال جاری در سن 80 از عالم چشم پوشید. از ملا امیر پختکوری کتاب با نام علوم شریعت اسلام نو و دهها شاگرد به یادگار ماند. به گفته امصوبتان بامداد، روحانیان معتبر چون مولوی سعدالدین، مولوی تاجالدین، مولوی قطب‌الدین، شیخ نورعلی، دو ملا میرزا از جمله شاگردان ملا امیر پختکوری به حساب می روند. از این روحانی همچنین 8 فرزند، 4 پسر و 4 دختر باقی مانده است که همه پسرانش به گفته نزدیکان ملا امیر پختکوری از اهل علم و تقوا هستند.